عالم میگه ما مشکل با شیعه نداریم، ما مشکل با چیزی دیگه نداریم، با گروه های دیگه نداریم، ما مشکل با سلفی ها داریم. سلفیت، آیا من یک سلفی هستم؟ به اساس فهم من هر مسلمان باید سلفی باشه. که سلف کی را میگه؟ پیشینای امت اسلامی کسانی را که رسول الله شاهدی خیریتش داده. خیر القرون قرنی. کدام قرن است؟ قرن خود رسول الله صحابه کرام وجود داره. فهم من از سلفیت چی هست؟ سلفی یکی نسبت به اشخاص است. اگر بگوییم سلفی نسبت به اشخاص است، این غلط است. والا من سلفی هستم به خاطر فلانی شخص ما پیروی میکنم. یکی سلفیت منهج است. بسیار موضوع مهم است. امروز در سر زبانه امی گپا دور داده میشه که الا مردما پیدا شده اختلاف مندازه، تفرق مندازه. هرگاه عالم دعوت به سوی کتاب الله و حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنه، مردم او را مهر میزنه، تافه میزنه که به سوی اختلاف مردم دعوت میده. دی ما در این اتفاق داریم و این گپی است که هیچ کسی رد کرده نمیتونه. الله سبحانه و تعالی جامعه انسانی را که پیدا کرده به هر کس استعداد و فطرت داد. امر کرده که به او استعداد و فطرت خود که الله برای ما مقرر کرده روان باشیم، اختلاف نکنیم. مردم افغانستان میگه ما حنفی هستیم، لکن حنفی نیستن مردم افغانستان. مذهب مردم افغانستان تا بال معلوم نیست. اگر مردم افغانستان حنفی باشن، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که رئیس مذهب حنفی است، رئیس شو است، دیگه پایان باز شاگردایش است. او خودش علوم به دو بخش تقسیم کردن. یکی فقه اکبر میگه و یکی فقه اصغر. اولین کسی که می اصطلاح استعمال کرده و نام کتابش است فقه اکبر. اعتقادات فقه اکبر میگه. یعنی فقه، اگر ما شما علوم اسلامی رو تقسیم بکنیم به فقه اکبر و فقه اصغر، یعنی میگیم یکی دانش بزرگ است. فقه به معنای دانش است. پس دانش بزرگ ایره امام صاحب ابو حنیفه نام گذاشته و گفته که فقه اکبر یعنی اعتقادات، و دیگه نماز و روزه و حج و زکات و معاملات و قصاص و حدود یا را کلش به نام فقه اصغر میگه. ما مردم افغانستان فقه اکبر هیچ نمیخوانیم و فقه اکبر یعنی اعتقادات تنها در مدارس کسی که تخصص داره او میخوانه. و ای کسای دیگه که مثلا ما مسلمان هستیم، ما عقیده خود از کجا میگیریم؟ ما به عوضی که فقه اکبر از اعتقادات شروع میکنیم بر طفلای خود بعد از اینکه قرآن شریف خوان، باز 5 کتاب حافظ شیرازی، و در حالی که در حافظ شیرازی در اشعار و ابیات از او اصطلاحات استعمال میشه که ما اجازه نداریم از نگاه عقیده که اصطلاحات ما استعمال بکنیم. پس این طفل بیچاره که روز اول اشعار حافظ یاد گرفت و 4 کتاب و 5 کتاب یاد گرفت، که حتی اگر شما امو 4 کتاب و 5 کتاب دقیق، علمایی که تحقیق کردن گفته مؤلف ازی یک اهل سنت نیست، هیچ اهل سنت مؤلفش نیست. پس ما تهداب عقیده خدا آنچه که علمای اسلام، پیغمبر ما 13 سال فقط درس عقیده داد و ما 13 هفته عقیده نمیخونیم. پرسان بکنین از پدرایتان و پدرکلانایتان و کاکا و ماماهایتان، ریش سفیدای بزرگ و محترمی که در افغانستان هستن، از اینا شما یک سوال بکنین که آیا شما یک 13 هفته کسی برای شما درباره عقیده صحبت کرده؟ میگه نه والا بچه، من خودم بالفعل دیدم. خیلی چی خواندی؟ حافظ خواندیم. چی خواندی؟ والا 5 کتاب خواندیم. چی خواندی؟ خلاصه خواندیم. از عقیده چی خواندی؟ هیچ چیز نخوانده. پس اینا وقتی که مسئله عقیده مطرح میشه، چون در ذهنی از او از طفولیت اشعار حافظ شیشته، او شعر سنگتراش شیشته که سنگتراش که موسی علیه السلام روبرو شد و موسی علیه السلام دل از او از دین العیاذ بالله سیاه کرد. پس در ذهنی از او این شیشته که پیغمبر سنگتراش از موسی علیه السلام که رتبهش پیش خداوند بسیار بلند بود. اینا چطور میتونی عقیده از رو اصلاح کنی؟ مشکل است.
دین اسلام هدایت است که در بین دو گمراهی قرار داره. اگر کسی تنقیص در شان کسی میکنه یا گمراهی است، اگر کسی در شانش زیادت میکنه، زیاده روی میکنه، یا گمراهی است. از همون خاطر است که امروز امت شکار امی موضوعات شده. ما یک عالم خدا مثلا امام شافعی رحمه الله را ایره معصوم در مرتبه رساندیم که مرتبه پیغمبری را برش دادیم. همیانی که به هزارها نفر از متبعین و مقلدین امی اماما سوال کنی، برات میگه که امام صاحب کو یک گپش هم خلاف قرآن و حدیث نبود. در یک مجلس نشسته بودی و نفر می گپ میزد که امام صاحب یک گپش هم خلاف قرآن و حدیث نبود. من برش گفتم که خطا شده، یک دم غصه شد. شما این امی رقم مردم استیصای کن. من برش گفتم که شان امام ابو حنیفه رحمه الله تو پایین آوردی و تو تنقیص کردی. اصلا تو در حق از او بسیار ظلم کردی. چرا؟ تو میگی که هیچ خطا نشده، کلی گپش قرآن حدیث بود، معصوم بود، مثل پیغمبر واره، مرتبه پیغمبری برش دادی. یک موضوع آدم ایران بود. باز برش گفتم خوب، بسیار خوب. زمانی که هر گپی امام ابو حنیفه رحمه الله موافق قرآن حدیث بود، این دو شاگرد مستقیم شب و روز که قطعش زندگی میکنن، چرا در مسائل قطعش اختلاف کرده؟ و مذهب حنفی فکرتان باشه کلش گپای امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه نیست. از شاگردش است، از دیگه شاگردش است، از دیگه شاگردش است، از 14 قرن از کل علمایی که بودن از اینا هست. بناهن شاید به هزارها نفر در کتاب‌های احناف اجتهاد کرده باشه و نظر داده باشه. پس من یک انسانی که در فقه حنفی ماستری دارم و خواندم و پدرم حنفی بود و پدر کلانم حنفی بود و علمای احناف بودن، من به این نتیجه رسیدم که آنچه که در مذهب احناف مطابق قرآن و سنت است، من الله عقل داده، کامپیوتر است، مکتبه شامله هست، میبینم، به سر چشم را قبول دارم و به تمام علمایش احترام میکنم. و آنچه که اجتهادات دیگه علماست و برای عالم حدیث صحیح نرسیده اجتهاد کرده و امروز حدیث صحیح در مقابل ما وجود داره و خود امام رحمت الله علیه گفته که اذا صح الحدیث فهو مذهبی، ما به مو عمل میکنم. شما کتابای فقه تا نبخونی خلافا لابی یوسف، خلافا لمحمد، خلافا للزفر، چی میگید؟ این دینه یا نه؟ بیچاره که ایران مان. من گفتم سعی کنی، ما که تباه شدیم به می خاطر تباه شدیم. یک تعداد ما توهین میکنه، تنقیص میکنه، یک تعداد ما غلو و از حد تجاوز میکنه. اسلام و کذالک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس. اسلام دینی وسط است. تو در هر رکعتی نماز میگی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اصل ترجمه و مقصد مغضوب علیهم و ضالین چی است؟ مغضوب علیهم کسایی است که تنقیص میکنه، تفریط میکنه. ضالین کسایی است که افراط میکنه، زیاده روی میکنه. ما تو دعا میکنیم که الله مرا از وسط بگردانی، امورای مستقیم که دو تنقیص و زیادت نباشه، دو باید روان شو. امروز ببینید اماما را در کدام حد رساندن؟ کدام؟ آیا دیگه علما نیست؟ تنها سخن امام ابو حنیفه رحمه الله را قبول کنم، از امام شافعی رحمه الله قبول نکنم، از امام مالک رحمه الله قبول نکنم، از احمد بن حنبل قبول نکنم، از امام بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، سفیان ثوری و اوزاعی و حسن بصری و یک قدر علما و بزرگای دینی که از صحابه را قبول نکنم که بشارت جنتش رسول الله در زندگی داده، از ابوبکر و عمر را قبول نکنم، برم فقط یک مولا را عالم بگیرم او را مرتبه پیغمبری بدم. امیره اینمی تقلید شرک میگه که تو مرتبه به یک عالم مرتبه پیغمبری برش داده رویستی، اگرچه تو نمیگی پیغمبر است لیکن لوازم پیغمبری را برش ثابت میکنی. لوازم پیغمبری چی است؟ پیغمبر معصوم است، هیچ سخنش خطا نیست. تو در حق امام خود می گپا میزنی؟ بگو دیگه برابری پیغمبر کردی یا نه؟ وقتی که حدیث صحیح بود به او عمل میکنم ولو که مخالف مذهب احناف باشه. چرا؟ چون مذهب احناف یا از قرآن و سنت گرفته شده و یا هم اجتهادات است و در اجتهاد یا مخطئ است یا مصیب است. پس من به می عمل میکنم و الله از قلب ما با خبر است که ما به خاطر منفعت دنیا و به خاطر خوشی احمد و محمود نه، به خاطر ازی که انسان مسلمان هر وقت برش حق رسید از حق پیروی میکنه. خلاص انال شما در شناخت اشخاص هیچ وقت فرد اساس قرار ندید، منهج قرار بدید. ما به کدام روش قرآن بفهمم، ما به کدام اسلوب نماز بخوانم، به روشی که سلف صالح بودن، نه به اشخاص.
فرق است بین شخص و بین یک اسلوب و منهج. حالا برای فهم قرآن و سنت از چی استفاده بکنیم؟ از امو فهمی که صحابه فهمیده بودن، امو فهمی که تابعین فهمیده بودن، همون فهمی که تبع تابعین فهمیده بودن، امو روشی که برای فهم قرآن و سنت اونا داشتن، امین روش اختیار کردنشه، روش سلف صالح میگه. پس کی گفته میتونه که والله من سلفی نیستم، ما قرآن نمیخوایم به روش ابوبکر صدیق بفهمم، من نمیخوایم که قرآن به روش عمر فاروق بفهمم، من نمیخوایم که قرآن و سنت به روش مهاجرین و انصار بفهمم. اونا رهبرای دین ما بودن، اونا شاگردای مکتب نبوت بودن، اونا قرآن و سنت از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمیده بودن. پس ما در منهج از اونا، ما به منهج از او هستم. تو نامش هر چیز میمانی، نامش هر چیز میمانی، لکن اینمی قسم. پس سلفیت یک منهج است، یک روش است برای فهم قرآن و سنت. روشی کی است و منهجی کی است؟ روش صحابه کرام است، مهاجرین است، انصار است، خلفای راشدین است. پس کی میتونه بگه که من سلفی نیستم؟ اگر به این اعتبار کس بگه من سلفی نیستم، یعنی من قرآن به طریقی که ابوبکر صدیق قبول داشت من قبول ندارم. اینجا حتی گپ به کفر میرسه. بعضی اوقات ما الله برام عقل داده، علم داده، فهم داده، کتاب است، همه چیز است، باید معقولانه سر از این مسائل بحث بکنیم. از این خاطر وقتی که مرا گفتن آیا تو حنفی هستی؟ گفتم بله، ما به حساب فقه که خواندیم احناف هستیم، در خانواده احناف پیدا شدیم و ما فقه احناف قبول دارم. اما اجتهاداتی که در فقه احناف اجتهاد اشخاص بوده و ما در عوض از او حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم پیدا بکنم، من رسول الله صلی الله علیه و سلم از امام ابو حنیفه که هم رتبهش بلندتر عقیده دارم، یک عقیده است. چون گپ رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی بود، گپ امام ابو حنیفه وحی نبود، گپ صحابه کرام وحی نبود، گپ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، مهاجرین، انصار وحی نبود. اما گپ رسول الله صلی الله علیه و سلم به اساس عقیده من و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وحی بود. پس من چطور میتونم که در مقابل حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم گپ کسی دیگه را مقایسه بکنم؟ چرا وقتی که وحی شد گپ الله شد. پس حدیث صحیح که ثابت شد، علما گفتن حدیث صحیح هست، این در حقیقت وحی الهی هست و مخالفت با کلام الله. پس اگر من حدیث صحیح پیدا کنم که رفع الیدین، الله اکبر، در رکوع رفع الیدین خود اول کل ما میکنیم، لکن در رکوع و بلند شدن از رکوع حدیث صحیح پیدا کنم، پس ما با این عقیده هستم که این وحی الهی هست و ما با این مخالفت نمیکنیم. وقتی پیدا کردم که آمین بالجهر در حدیث صحیح آمده، ما در مقابل او استاده شده نمیتونم، بس او 100% ما قبول دارم. یک باز الله توفیق داد عمل کردم یا عمل کس نکرد و علایده که پس، اما از نگاه عقیده ما شما درس عقیده میخونیم، باید مخالفت با اینش. نماز جمعه ما ناشناست، تراویح ما ناشناست، عیدی ما ناشناست، نماز 5 وقتی ما ناشناست. عالی نماز شام آذان گفته شد و 2 رکعت نفل خواندیم، برید در مساجد 2 رکعت نفل بخوانید، مردم چی میگه براتون؟ اوهو، ریش سفید از اونجا میخیزه میگه که 80 سالم شده در این مسجد 20 دانم مولوی از این که در کتا تیر شده، این کار ندیده. این ما از نو دیدم. پیغمبر علیه السلام ما را پیش خبر داده که کدام منهجی که شما حرکت میکنی غریب میباشه، نصرت کننده عزیز نمی باشد، مردم نمیشناسه. میگه ما اینی عمرم شده ما این کار ندیده، وگرنه در حدیث پیغمبر علیه السلام میگه پا موجود نیست، هست، این موجود است. خب به مردم گفته نشده، به مردم واقعا غریب است، ناشناس. آلی کدام نمازی که تو میخوانی، خب تو تراویح را میخوانی 1 سپاره را در 2.5 ساعت و 8 رکعت خواندی، غریب است بدی مردم. و میگه که ما خود تراویح را اینطوری نخوانده بودیم برادر، ما تراویح را میخواندیم امون مولایی که مسابقه بود، سبای مقتدیا یکی از دیگه سوال میکرد که مولایتان در چند دقیقه خواند؟ 15. گفت از نری در 13 دقیقه 2 دقیقه پیش خلاص کرده.
مقتدی صدا میکنه که مولا صاحب سبحان ربی العظیم پورا نتونستم اتحیات خلاص نکردم. گفت بیا در پشتی من، بیا در پشتی من که کجا میرسانشه. پیغمبر علیه السلام بر ما شما نقشه داد و ما باید این نقشه را تطبیق کنیم. بصیرت بر ما پیداست، حاصل شده که اسلام همین قسم ناشناست. هر حرکت شما غریب است. اینالی ما سر اسلام عمل میکنیم و غریب است. اسلام از ما عمل میخواه. تنها به این گفته نمیتونی که سلفیستیم، تنها را فلدین اینطور بالا کردیم خلاص سلفی شده. آلی ما در تمام اعمال خود، در سلام خود، در گپ زدن خود، در اخلاق خود، در شیوه رفتار خود، در زندگی سیاسی خود، در زندگی با پدر و مادر خود، در زندگی با برادرای خود، در زندگی با همسایه خود، در زندگی با دکاندار، در زندگی در یک شرکت، ما باید واقعا در راه سلف روان باشیم. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید. مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.